آقا به نظر میرشکار کجا هستن؟ چه زیبای زریبا آماده پیش مادر گرامی داره نان محلی اینجا. اسمش چیه؟ کلاله. کلانه. نان کلانه. یعنی بزنیم میرشکار چی میشه یا با روغن محلی. روغن محلیش میگیر؟ بله؟ داری روغن زیاد بزنی. آره میزنم اصلا چربش میکنم واویلا. اوف. که یعنی جاتون خالی بچه های عزیز و مهربان. لذتانی واقعیلا به این میگن ها. نگه با دوغ محلیش. سلام علیکم. تپشه داره بردم. آجی آقا بینجا. یعنی بزنم اصلا روده و دستگاه گوارش میکنم چربا. نگاه کنید. پخ. ای جانش. بیا روغنش. روغن محلیه. این روغن محلی کجا بهش میگن مادر؟ این روغنو برای چی میگن روغن محلی کجایه؟ کلاله؟ کلانه. دونه چه اینا؟ 40 تومن مفت بزن. یعنی یک غذای مقوی بزن. این ماشینه کالای تو خوشتیپ و خوشمرام و خوش‌طبع هستن به خاطر همین روغنا هستا. یه کاجلی سید یعنی بگم براتون را چربش کردم. اصلش اینجا دوغ محلی. وای کله داغان مستانی با دوغ محلی روغنی.